شهید گمنام سلام، خوش اومدی مسافر من، خسته نباشی پهلوان. اینجا غروب حادثه ای غیر ممکن است، اینجا غرور عادت گلهای پرپر است. در فصل کوچ پرستوهای عاشق و زمان وصل و عروج مرغان مهاجر، در پاییزی که بهار تمام عاشقانه های زمین است، سینه سرخی غریب را تا بهشت دارالقرار مشایعت خواهیم کرد. سینه سرخی که هرچند در بین اهل زمین گمنام است، اما در آسمان ها نام آشناتر از او نیست. وقتی رسیدی کوچه نسیم کربلا رسید، تو مگه کجا بودی وقتی رسیدی؟ در سال روز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها فرزندان خمینی می آیند. مراسم استقبال از 5 شهید گمنام شهرستان قائمشهر، سه‌شنبه 28 آذر ماه ساعت 16، حسینیه عاشقان سارالله. مراسم شب وداع، سه‌شنبه 28 آذر ماه همراه با اقامه نماز مغرب و عشا مصلای نماز جمعه شهرستان قائمشهر. مراسم تشییع و خاکسپاری، چهارشنبه ساعت 9 صبح از معراج شهداء سابق واقع در میدان امام خمینی رحمت الله علیه. محل تدفین حسینیه عاشقان سارالله شهرستان قائمشهر. ستاد تدفین شهدای گمنام شهرستان قائمشهر.